اون موقع که آقای گل محمدی بود که ما همیشه حمایت میکردیم، الانم که آقای عثمان هستن حمایت میکنیم. بازی قبلی دربی بود، ورزشگاه بودیم؟ بله ورزشگاه بودم، ولی خیلی بازی کسل کننده بود. انقدر که اتوبوس چیده بودن دیگه شرکت اتوبوس رانی شکایت کرده بود. خبر رسیده هنوز دارن تو ورزشگاه دفاع میکنن. این بازی به نظرتون چند میشه؟ 2-0. کی گل بزنه؟ آرونوف و آقای ترابی. قرعه کشی جام حذفی پرسپولیس هم مشخص شد، متوجه شدیم به کدوم تیم خورده؟ بله به آلومینیوم خورده تو عراق. ایشالله که امسال هم سگانه میگیریم و دبل سگانه میشه، اصلا قفله. آقا استقلال به سپاهان خورده، ولی استقلال ملستانی اگه اشتباه نکنم، درسته؟ اتفاق تهران اگه که حذف شد. خیلی ممنون ازتون. خیلی لطف کردید. اون موقع که آقای گل محمدی بود که ما همیشه حمایت میکردیم، الانم که آقای عثمان هستن